سلام. اینجا پادکست صدای صحنه است. امروز درباره یکی از مهمترین نمایشنامه نویس‌های قرن 20 حرف میزنیم. هارولد پینتر. پینتر نویسنده، کارگردان و بازیگر انگلیسی بود و در سال 2005 جایزه نوبل ادبیات گرفت. اما چیزی که اسمشو ماندگار کرد نه جایزه ها، بلکه سبک خاصش در نوشتن بود. به او میگن استاد سکوت. در نمایش های پینتر سکوت و مکث به اندازه کلمات معنا دارن. دیالوگ ها ساده و روزمره‌اند، اما زیر این سادگی همیشه یک تهدید پنهانه. نمونه معروفش نمایشنامه مهمانی تولد. داستان درباره مردی به نام استنلی است که در یک خانه اجاره‌ای زندگی میکنه. صاحبخانه برایش یک جشن تولد کوچیک میگیره. همه چیز عادی شروع میشه، اما ناگهان دو مرد غریبه وارد میشن. از اینجا به بعد فضای جشن به بازجویی و تهدید تبدیل میشه. اونا استنلی رو تحت فشار میذارن با پرسش‌های عجیب و بی‌پاسخ تا جایی که او در پایان تقریباً از هم فرو میپاشه. ما هیچ وقت نمیفهمیم این دو مرد کی هستن یا چرا استنلی رو تهدید میکنن. اما همین ابهام همون چیزی است که نمایشنامه رو ترسناک و خاص میکنه. این شیوه نشونه جهان پینتره. زندگی ظاهراً عادیه. آدما حرفهای روزمره میزنن، اما پشت این سطح ساده خشونت، ناامنی و یک بازی قدرت جریان داره. به همین خاطر امروز وقتی میگیم یک صحنه پینتری، یعنی پر از سکوت، مکث و تنش پنهان. این بود صدای صحنه با نگاهی کوتاه به هارولد پینتر و مهمانی تولد.